آوردند که خداوند نکت از گل، نوش از انگبین، بارندگی از باران، طوفان از بحر، وفاداری از قو، زیبایی از گل، این همه را قطره قطره، ذره ذره جمع کرد زن را آفریدنی. وقتی خدا زن آفرید از برگ گل تن آفرید. با آنکه هر قدر بزرگ می شوم، عمر می گذرد، وقت می گذرد، می اندیشم که زن در زندگی برای مرد کی است؟ شاید هم نفس، هم راز، هم قدم، اونه که مرد نمیتواند به حیات زن زندگیش رو تصور بکند. امروز خیلی خوشحال هستم که در حضور مادرهای عزیز که خیلی زیاد دوستشان دارم و بیشتری ترانه ها برای حیات ایشان بخشیدم و زندگی سرنوشتی آنها در حضورشان قرار دارم و واقعا افتخار هم میکنم که امروز زنهای ما یک نقش بارز، یک نقش خیلی مستحکم و گسترده در پیشرفت جامعه دارند، در برابر مردان بار زندگی را میکشند و دارای صبر هستند و فکر میکنم محض صبر زن تاجیک او را به قله های مقصود رسانیده. زنها در زندگی برای خودشان کم زندگی میکنند. اگر 50% برای فرزندها زندگی کنند، 40% دیگر برای شوهران خود و باقی مانده 10% آیا برای خود میرسند یا نه. فکر میکنم مهمتر از همه در زندگی برای زن این بخت خانوادگی است. بگذارم این بخت هیچ وقت لانه شما را ترک نکند. این سال گذشت یار پیمان شکست، پیمان شکست، سرگی دلی ما غروری جانان شکست، جانان شکست، در دامن عشق خانه کرده مدرخ، جانان من، جانان من قلفی دری خانه شکست، جانان من قلفی دری خانه شکست. علما در دلی من مان وای، گپکا در دلی من مان وای، علما در دلی من مان وای، گپکا در دلی من مان وای. مردمی چشم سیاهی تو عاشقی این دلی من مان وای، مردمی چشم سیاهی تو عاشقی این دلی من مان وای. پکا در دلی من مان وای، علما در دلی من مان وای، پکا در دلی من مان وای. یار پیمان شکست، پیمان شکست، سرگی دلی ما غروری جانان شکست، جانان شکست، در دامن
خانه